وضو گرفتن با خون خشک شده که از جوش صورت بوده چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت وضو انجام بشه اشکال شرعی نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در پاسخ به این سوال توضیح میدهد. وضو 12 شرط داره و شرط پنجمش اینه که اعضای وضو موقع شستن یا مسح کردن پاک باشه. بنابراین لازم اول خون خشک شده جوش صورت رو به آرامی زیر شیر آب بشورید و صورت رو آب بکشید، بعد وضو بگیرید. و اگه امکان شستنش نیست لازم اون قسمت رو با چسب و ماندون بپوشونید که آب بهش نرسه و وضوی جبیره‌ای بگیرید، یعنی اطراف اون قسمت رو به نیت وضو بشویید و روی اون قسمت رو که پارچه یا چسب